به نام خدا. سلام دوستان عزیز، دومین بخش از بررسی سوالات رو شروع میکنیم. خب در این بخش سوالات 5 تا 8 آزمون رو مورد بررسی خودمون قرار میدیم. خب دوستان، سوال 5 به این صورت هستش که گفته بیلیروبین کنجوگه به وسیله کدام پروتئین ناقل فعال غشایی وارد مجرای صفراوی می شود. چند تا نکته داره با هم مورد بررسی خودمون قرار میدیم. اولین نکته این هستش که بیلیروبین کنجوگه اصلاً چی هست؟ ببینید دوستان، بیلیروبین در سلول های کبدی بهش گلوکرونات یا همون گلوکرونیک اسید متصل میشه. در نتیجه اتصال 2 مولکول گلوکرونات به بیلیروبینی به نام بیلیروبین دی گلوکرونات تولید خواهد شد که به این ترکیب اصطلاحاً بیلیروبین کنجوگه گفته میشه. بعد از تولید این بیلیروبین کنجوگه، حالا سلول های کبدی اون رو منتقل میکنن به مجرای صفراوی. انتقال دهنده‌ای که باعث انتقال بیلیروبین کنجوگه به مجرای صفراوی میشه نامش MRP2 هستش. نام دیگر MRP2 خب نام دیگه ای رو داره که اصطلاحاً بهش انتقال دهنده کانالیکولی آنیون عالیه با چند ویژگی هم گفته میشه که حالا عنوان انگلیسیش کانالیکولار مالتی اسپسیفیک ارگانیک آنیون ترانسپورتر هستش. پس انتقال دهنده MRP2 یا همین مورد طولانی که ذکر شد نام انتقال دهنده ای هستش که باعث انتقال بیلیروبین دیگلوکرونات از کبد به مجرای صفراوی میشه. بنابراین گزینه صحیح گزینه دال هستش و این نکته رو هم بهش توجه داشته باشید که MRP2 به صورت انتقال فعال عمل میکنه. اما همه این مطالبی رو که خدمتون عرض کردم رو بریم و روی تصویر بررسی کنیم که باعث میشه مطلب بهتر براتون جا بیفته. خب دوستان، بیلیروبین بعد از اینکه وارد سلول های کبدی شد، در سلول های کبدی گلوکرونیک اسید رو میپذیره و در نتیجه پذیرش 2 مولکول گلوکرونیک اسید این بیلیروبین تبدیل میشه به بیلیروبین دی گلوکرونات یا همون بیلیروبین کنجوگه و بعد از اینکه بیلیروبین کنجوگه تولید شد به واسطه MRP2 این ترکیب منتقل میشه به مجرای صفراوی. دوستان، برای اینکه این مطلب براتون بهتر جا بیفته توصیه من این هستش که حتما آموزش متابولیسم هم رو مطالعه کنید و یا اگر میخواید به صورت خیلی در واقع روونتر مطلب براتون جا بیفته از کتاب بیوشیمی متابولیسم بخش مربوط به متابولیسم آهن و هم رو حتما مطالعه‌ای روش داشته باشید. اما سوال 6 گفته که فرکتوز 2,6 بیس فسفات به چه صورت بر مسیر گلیکولیز تأثیر میگذاره؟ نکات سوال رو با هم بررسی میکنیم. ببینید دوستان، مسیر گلیکولیز مسیری هست که با گلوکوز آغاز میشه، 10 واکنش آنزیمی رو طی میکنه تا در طی اون مولکول 3 کربنه‌ای به نام پیروات تولید بشه. در طی این مسیر ما تولید ATP رو خواهیم داشت. بنابراین مسیری هستش که در طی اون انرژی زایی صورت میپذیره. همونطور که خدمتتون عرض کردم 10 واکنش آنزیمی رو ما داریم. یکی از این واکنش های آنزیمی که به عنوان مهمترین واکنش مسیر به لحاظ تنظیم مسیر محسوب میشه به واسطه فسفوفرکتوکاینیز 1 میانجیگری میشه. آنزیمی هستش که فرکتوز 6 فسفات رو به فرکتوز 1,6 بیس فسفات تبدیل میکنه. نکته که وجود داره این هستش که در مسیر عکس گلیکولیز یا به عبارتی گلوکونئوژنز فرکتوز 1,6 بیس فسفات توسط آنزیم فرکتوز 1,6 بیس فسفاتاز میتونه به فرکتوز 6 فسفات تبدیل بشه. نکته بسیار بسیار مهم، ترکیبی وجود داره به نام فرکتوز 2,6 بیس فسفات. این ترکیب
به عنوان محرک آلوستریک فسفوفروکتوکاینیز 1 محسوب میشه و از طرفی دیگه به عنوان مهار کننده فرکتوز 1.6 بیس فسفاتاز عمل میکنه. در واقع کایم رو برای فرکتوز 1.6 بیس فسفاتاز میبره بالا و در نتیجه این آنزیم نسبت به سوبسترهای خودش بیمیل میشه و دیگه تمایلی نداره تا فرکتوز 1.6 بیس فسفات رو به فرکتوز 6 فسفات تبدیل کنه. بنابراین فرکتوز 2.6 بیس فسفات با تحریکی که روی فسفوفروکتوکاینیز 1 اعمال میکنه باعث تسریع مسیر گلیکولیز میشه. و پاسخ صحیح این سوال گزینه دال هستش. در واقع فرکتوز 2.6 بیس فسفات با افزایش کایم فرکتوز 1.6 بیس فسفاتاز برای فرکتوز 1.6 بیس فسفات زمینه چی رو فراهم میاره؟ زمینه این رو فراهم میاره که دیگه مسیر گلوکونئوژنز انجام نشه. و اما سوال هفتم، در هنگام انجام فعالیت فیزیکی مقدار کدام یک از موارد زیر با عنوان عامل محدود کننده سرعت تنفس سلولی عمل میکنه؟ اول از همه نکات مربوط به صورت سوال. تنفس سلولی به چه چیزی اشاره داره؟ ببینید دوستان، در ماتریکس میتوکندری عوامل احیا کننده حضور دارند شامل NADH و همچنین FADH2. این عوامل احیا کننده الکترون های خودشون رو به کمپلکس های پروتئینی موجود در غشای داخلی میتوکندری میسپارند. مثلا NADH الکترون های خودش رو به کمپلکس پروتئینی 1 میده و FADH2 الکترون های خودش رو به کمپلکس پروتئینی شماره 2 میده. این الکترون ها بر روی کمپلکس های پروتئینی شروع به حرکت میکنند و ضمن این حرکتی که انجام میدن باعث انتقال پروتون از ماتریکس میتوکندری به فضای بین دو غشا میشن. بنابراین ما تجمعی از پروتون ها رو در فضای بین دو غشا خواهیم داشت. افزایش این پروتئین ها باعث چی میشه؟ اونها دوست دارن که حالا از فضای بین دو غشا برگردن به ماتریکس و به دنبال برگشتن به ماتریکس ADP و فسفات معدنی به واسطه کمپلکس ATP سنتاز به هم وصل میشن تا مولکول ATP تولید بشه و به عبارتی در طی فرایند تنفس سلولی میتوکندری ATP سازی میکنه. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که بچه‌ها این الکترون ها بعد از اینکه بر روی کمپلکس های زنجیره انتقال الکترون حرکت کردن باید به چیزی تحویل داده بشن دیگه. کمپلکس شماره 4 میاد الکترون ها رو به پروتون و همچنین یک مولکول اکسیژن منتقل میکنه تا مولکول آب سر و شکل بگیره. این امر زمینه این رو فراهم میاره که ما باز هم حرکت انتقال الکترون رو داشته باشیم. حالا در طی فعالیت فیزیکی اکسیژن به سلول های مختلف خیلی کم میرسه و زمانی که اکسیژن رسانی به سلول ها و در نتیجه میتوکندری اونها کمتر باشه مولکول آبی هم تولید نمیشه، فرایند انتقال الکترون مختل میشه و به دنبال اختلال در فرایند انتقال الکترون ATP سازی هم مختل میشه. بنابراین اون عاملی که در طی فعالیت فیزیکی به عنوان عامل محدود کننده سرعت تنفس سلولی محسوب میشه کاهش مولکول اکسیژن در سلول‌های مختلف هست. و اما آخرین سوالی که با هم بررسی می‌کنیم در این بحث گفته که برای سنتز کدام یک از اسیدهای آمینه زیر کولین مورد استفاده قرار میگیره. ببینید دوستان، برای اینکه شما به این سوال پاسخ بدید لازم هست تا این تصویر رو به خوبی بر روی اون مسلط باشید. کولین ترکیبی هستش که باعث تولید استیل کولین میشه. استیل کولین به عنوان یک نوروترانسمیتر هست. کولین باعث تولید فسفوکولین هم میشه. فسفوکولین برای تولید اسفنگومیلین مورد استفاده قرار میگیره. به علاوه کولین میتونه اکسیده بشه و در نتیجه اکسیده شدنش به ترکیبی به نام بتائین تبدیل میشه. این بتائین میتونه یک عامل متیل به هوموسیستئین بده
تا هوموسیستئین به متیونین تبدیل بشه. به دنبال دمتیله شدن بتائین ساختاری به نام دیمتیل گلایسین تولید میشه. این ساختار یک متیل دیگه آزاد میکنه و در نتیجه آزاد شدن این گروه متیل ترکیبی به نام سارکوزین تولید میشه. به سارکوزین ان متیل گلایسین هم گفته میشه. و حالا اگر سارکوزین یک متیل که حالا در خودش داره رو از دست بده تبدیل به گلایسین میشه. بنابراین در این فرایند اسید آمینه گلایسین تولید میشه که پاسخ سوال میشه گزینه دال.